وای دی خانه زندگی پیش نبرو گنه بفتک گم کو ایا جواره پیدا کردم استونه را دادم ولی بیخی خانی از مردم است چه کنه این کالا نه حالا اگه سر خودت خدای نخواسته بفته خود چه کنم بچه نه وای دا گرده چی میری تو مرا بگن ناکام نباش یک جایی کی میکنی روز چند کار میکنی خاله یارم میشه یک 100 یا 60 یا 80 اما کمیشه واسه که در خانه چند نفر هستین یک 5-6 نفر هستیم بچه متعدد برام خب تنها خودت کار میکنی تنها خود بچه متعدد برام دو تا برده شده ای که میگه طالبا برده ما چه گم است یعنی دو تا بچه گم شده دو تا میگه ای چی برده طالبا برده پدری بود نه کاش میکرد پیش ما خو کاش نمیکرد جنگ میکردم کدش لا یعنی دو تا 4 تا یک دخترش هست 2 تا زنش یک زنش ازی است یک بچه در چشم مایی پس وام در خانه است نه یعنی 2 دانه بچه تا نبردن به خاطر از اینکه معتاد بوده به تداوی به تداوی بردش زنش ای است دختره بچه است 7 نفر علی در خانه است دیگه نه خب اینجا روز چند گفتی کار میکنی 6 برابر شو 100 برابر شو 80 برابر شو برابری از خانه کجاست نه بچه بیاد دست طرف میگیرم ببرم با قرآن گفتی که اوجا مرغ مانداختی مرا در این طبقه میبرن میریم که من نه این ایتو خانگاه کس ایتو ایچی است خواهد ضرور با ضرور 2000 کرام میتم بازو 2000 کرام میتم ده این لوها گاست این پایا گاست این پایا لبیازی است اینجا خانه تان است؟ نه کرایشش تیم خب همون گفتم چند خراست اینجا؟ تا اونجا چند خراست؟ یارم میشه نگه چند دقیقه کرامه باشه لکم نکنم یک 5 دقیقه است؟ لی باشه با قرآن از لی بکن در چاریوالی خب یخی در ریت گل باشه که خرم بردم چی میگی؟ ایتو لی امیت کنم لی سرخ قربان بریم؟ دلتا بریم امی از پاس ببرم نه یک نفر میگه متوجه میباشه ما و خودت میریم صحیح است؟ اوکی یک دروازه داره چاریوالی ها یک دروازه داره یک دروازه داره؟ یک دروازه است روزه چطور میگذره؟ اولا خوب است خدا بسیار مهربان است الله بسیار مهربان است اگر خدا پاکی تو کی داره اگر هیچی هم نمیکنه خدا بسیار مهربان است این گندنه را از کجا میخری خاله جان؟ ایجا مارکت زوی همه جا میایی که بخرم میپاید بعد ما خود را گفتم بعضی 60 بعضی 100 هم میپاید بعضی 80 بعضی وقت اینجا برابری از آلاست که دستیش خوب این علی کلش پاییده بیدی کل پاییده خود نشد اگر شب میشه اگر علم میبرم در خانه میمانم با صبحی میکشم یا خود امروز باران دگیم است اصل جای از کجاست خاله؟ اصل از لغمانه ما درو گفتن از لغمان ولایت علیشان از علیشان؟ علیشان چیه سیلاکو؟ ولایت علیشان انا سرش ما دلش میسوزه چی شود میره چی میکنی؟ میسوزنم یا گرم میکنم سر نماز یک کالا شوی یا متو میکنم دیگه چی کنم دیگه میره مردم میتد؟ با میتد این بیچاره گار وقت میبانجه چی سودا میکنم چطور گل لای است؟ چه قسم؟ پیش بری گازی کده بطر تایماسکن با شادی شوه بختاور شوه طور گفتیم از بنادم گلخچید موارد دراز بنادم خلاص چی جمع کنه باید یک خوی طور لیاسه نزدیک است؟ پیش طرف هم نوشته پیشتر است همونجا هست اونجاست بریم ترانه گفتم که یه پای اگه من در این گلاب بند موندم دیگه خدا نکنه بخدا که در پشت خود را ببر ما اولادم هستی نه باید ما شما را کمک کنم شما بجای اولاد بنادم بپای اولادم هستی نه ما که چی تو را با پشکتان میبرم صدقیتش با خدا تو با این دروازه شست با نمیزن امسایرم ببر این خانه تان از خاله؟ خانه کسی یک ذره عدد است خوب هم یک ذره خورده اینیت دیوالش در زلزله ایتر شده
باز همین خوب بود اینی چوبر دادم مالک زراوی چی شوه. تو بیا این طرف خاله جان. وای دی خانه زندگی می پیش نبرو نبافته که گم کو ایا چوبر پیدا کردم استونه را دادم مالک بیخی خانی از مردم است چه کنه این کالای نه حالا اگه سر خودت خدای نخواسته بفته خود چه کنم بچه نه وای دا گرده چی میری تو مرا بگه ناکام نباش یک جایی کی میکنی باز در سر از این ما 2,500 میتون این کالای بیشتری از صاحبش هست او صاحبش بیا کم پیش بیا خاله نخواست افتاد بیا بچه نگفتم ما خود میترسم سر خدا کرده کدام مسلمان نبافته ای تو نمام میکنه بچه ببین هری روز دیوال خوب یخی افتیده بود خوب است یک ترقیدگی ببینی دایم زلزله و دایی چی است اینی دوستا میشه بگیرن تصویر از اون دیوال وضعیتش خیلی خراب است اگه خدای نخواسته سر خودت بفته خدا چه کنم بچه چی گالا ترا بالا باشه شکر بکشم زویا البته همیشه خدا آورده سرمانو گنه وطن می بود خدا خود سر ببخشه وطن کمک دور بود او را سودا کردش دیگه دالیشنگم جای نداریم ده پلیشنگم جای نداریم این ایجا این اینجا استراحت میکنین شما یک نبا ایکی کایشا نگفتم با چشم شما ای پس بود خب من اوجا جای نمیشه خب تو بیا تو خاله جان ببینین برایم یه اتاق خاله است یا خدا چیز که میگه یار اساس تیار اساس یار اساس امیگه چی تیار بود امرو پخته کدام میخرم میارم شام و این قوطی پپسی شما جمع کردین خو یک دانه اینا زیر شمی پلاستیکا کل جمع کردیم اینا میسازن چه کنم نسازم چی بگم بچه گفت ذکر روزاسی گردنم بند نشون دستی چای دم میکردم خیر ببینید اونمو هم چای دم میکرد چقدر مزه میداد با خدا که بشینی خیر ان شاء الله خاله جان خدا مشکلات شما را حل کنه تا آینده ما کمکای دیگه هم داریم فعلا یک چیزی هست شما حساب کنین ببینید چند هزار افغانی است حساب کنین چرا چقدر خیر یک حساب کنین خیر از چی بگم 2 3 4 5 6 نیم نه 7 است 7,000 خب خدا پاکم دنیا بخوری آخرت ببرید اما ان شاء الله کمک های آخر نخواد بود دوستایی که برنامه را میبینن حتما خودت بیشتر از این کمک میکنن و والا ما گلون ما بغض گرفت میال میخوام گریه کنم نکو بچی نکو صدقه تشام ای این میگه بیا در راست خود داری تو گل باشه دست چی نشه دلت بند نشه میگه برابر حالا کدام ما شما را البته کسر خوب یک پیسه بیا در باشه دو تا خوب مالدار می باشه یک شغری مواره خود دیدی خود دیگه مرا ندیده باشی بگو یاره نه دروغ میگی دروغ گفتن از ایمان زلال است خدا مشکلتان حل کنه اگه میشینی صدقه بخیر باشید یعنی دوستان کام شاهده میکنیم بین که مادر بزرگوار دائمی اسپانسر کنیم و دائمی کمک کنیم صدقه شاینی جای مرا دیدی آگه کدی ام خانه تاباد بخیر باشین خالش دنیا بخوری آخرت بخیر باشین